روز 7 مای سال 2022 در مقایسه با شام شب 16 مای در شهر خوروغ مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان نسبتاً آرام گذشت. روز سه‌شنبه مرکز رویدادهای این منطقه به نویه روشن کوچید. بنا به خبرها روز 7 مای در مرکز روشن صدها نفر گردهمایی اعتراضی برپا کردند. رئیس نویه فاروق دادخدا به پیش اعتراضگران برآمد و از آنها خواست که خانه به خانه روند، ولی مردم گوش نداد و در میدان نزد پشت ایستادند. قریبی های شام یک گروه اعتراضگران برای اساسی که از روشن به سوی خوروغ میبرد برآمدند و با ساختن زنجیر زنده مانع به سمت خوروغ رفتن یک کاروان حربی شدند. مقامات رسما سر و صداهای برخاسته درباره به خوروغ اعزام کردن نیروها و تکنیکای حربی الوگی را تا حال تصدیق یا رد نکردند، ولی به گفته ساکنان در روشن آنها دست کم 4 ماشین پر از سرباز را دیدند که میخواست به طرف خوروغ برود. روز 7 مای وضع در خود خوروغ نسبتاً آرام بود، ولی مکتب‌ها و باغچه‌های کودکانه و بسیاری از اداره‌های دولتی بسته بودند. اینترنت از شام 16 مای مسدود شده است و اکثر بانکمت‌ها هم کار نمی‌کنند. در کوچه‌های اساسی شهر از جمله در چهارراه‌های مرکزی، بالای پل‌ها و راه‌های اساسی حضور بیشتر نظامی‌ها به چشم می‌رسد که برای گذشتن برکات‌ها از چوب و سنگ روهای بین محله‌های مختلف خوروغ را مسدود کردند. ساکنان محلی در محله‌های علاهیده به شکل گروهی جمع می‌شدند، ولی مثل شام 16 مای برای حرکت به طرف مرکز شهر یا به سوی محله برخوروغ مرکز رویدادهای اخیر روز 7 مای تقریبا یک کوشش دیده نمیشد. درباره کدام مذاکرات بین مقامات و نوروزیان نیز خبر دسترس نشده است. خبرهای به دست میرسند که از دوشنبه وزیر انرژتیک تاجیکستان دلیر جمرو که زاده بدخشان است برای پیدا کردن راههای حل بحران کنونی به خوروغ فرستادند. دلیر جمرو ماه نوامبر سال 2021 نیز برای حل بحران به خوروغ فرستاده شده بود. روز 7 مای در دوشنبه بلافاصله بعد مصاحبه ها با فعال بدخشانی الفت خانم محمدچویeva که مقامات او را برابری اعتراض اخیر عیبدار میکنند، افراد ناشناس به خبرنگاران 2 رسانه امریکایی رادیوی آزادی و نستعش وریمیا مولا رجب یوسفی و انوشیروان اوریپوف حمله کردند. اداره آزیا پلوس یکی از رسانه‌های پیشتاز تاجیکستان روز 7 مای در یک اظهارات ویژه گفت آزیا پلوس مجبور است از نشر خبرهای مربوط به حوادثی که در ولایت مختار کوهستان بدخشان رخ می‌دهند خودداری کند. روز 7 مای یک گروه زادگان ولایت مختار کوهستان بدخشان در نزد بنای بوندستاگ پارلمان آلمان در شهر برلین گردهمایی کردند. بنا به خبرها زادگان بدخشان می‌خواهند در نزد سفارت تاجیکستان در شهر مسکو نیز اعتراض کنند. یادآور می‌شویم بعد اعتراض نیم سال پیش بدخشانی‌ها در مسکو 2 نماینده شناخته جمعیت زادگان بدخشان در روسیه امردین علاوشویف و چهارشنبه را از روسیه به دوشنبه استرداد کردند. در آنجا علاقه متناسباً به 18 و 8 سال و 6 ماه زندان محکوم شدند. وضع در مرکز مأموری ولایت مختار کوهستان بدخشان شهر خوروغ روزهای اخیر دیگر باره حساس شد. تظاهرگران شام 14 مای در محله برخوروغ گردهم آمده استعفای رهبران شهر و ولایت، آزاد کردن بدخشانی‌های در رابطه با اعتراضهای ماه نوامبر سال 2021 دستگیر شده و به جوابگری کشیدن افراد گناهکار در قتل ساکنان بدخشان و برداشتن بلاک پست ها و قطع تعقیب زادگان پامی را طلب کردند.